سلام، اینجا حلقه نقد 43مین جشنواره فیلم فجر. بسم الله الرحمن الرحیم. من مشتسن نیستم، گاب مشتسنم. می ismisi نائی واشو. سلامتی ستن، ناموس و رفیق و وطن، سلامتی باغبونی که زمستونشو از بهار بیشتر دوست داره. من نمیدونم قانون کی نوشته، اما میدونم هیچ جای دنیا هیچ قانونی نی که آدمی زاد و گشنه بخواد. خب در این قسمت می‌خوایم به دو فیلمی بپردازیم که به یک نفر، یک سردار شهید در واقع جنگ ایران و عراق پرداخته بود. فیلم اسفند ساخته دانش اقباشاوی و فیلم اشک هور ساخته مهدی جعفری که به مقطعی از زندگی سردار علی هاشمی پرداخته بود که اتفاقا هر دو تا فیلم به دنبال هم بودن. یعنی فیلم اسفند در مورد قصه عملیات خیبر و بحث فرماندهی علی هاشمی توی اون عملیات بود. بحث اشک هور هم قصه شهادتش و سالها مفقود الاثر بودن و پیدا شدن و این ماجراهاش بود. من نمیدونم واقعیتش چرا توی یه جشنواره فیلم دو تا فیلم باید در مورد یک نفر ساخته بشه. این واقعیتش یه ذره برای خود من سوال هنوز. موازیکاری هایی که توی ساختار فرهنگی و سینمایی ایران توی چند سال گذشته بوده باعث میشه که این اتفاقات بیفته. محسن بیگاقا برامون احتمالاً حرفای جالبی داره در این مورد. ببینید در واقع خب 8 فیلم جنگی توی جشنواره هست، ولی من میخوام نگاه دقیق تری داشته باشم. یعنی فیلم هایی که در واقع توی یعنی به صرف سینما جنگ میخوام بهشون نگاه نکنم. خود دانش اقباشاوی هم گفت که در واقع من خودم بچه آبادان هستم و با این مضمون آشنا هستم و به شدت اشاره کرده که فیلم سفارشی نیست. حالا اینکه سفارشی بودن چه مفهومی داره تو سینما ایران، سینمای جنگ، آیا یک فیلم مستقل هم همون امکانات میتونه داشته باشه یا نه، اون یه بحث دیگه ایه. ولی حالا به هر دلیل این فیلم رو ساخته و فیلم اسفند یه نکته خیلی جالبی داره و به قول یکی از دوستان میگفت بدون شلیک به دروازه گل میزنه. بدون شلیک در واقع یه فیلم جنگی ساخته. به نظر من ارزشمند این به صرف فیلم جنگی بودن و حالا یه جایی که منور در واقع شلیک میشه توش و اینکه به یک بخشی عملیات شناسایی پرداخته و اینکه یک شخصیتی رو انتخاب کرده، شخص سینمایی. یعنی کسی که اول فیلم میگن به جرم جاسوسی میگیرنش. ما ریال اینجا به زور گیرمون میاد، دلار دینار همینطور ریخته تو دست و بال. چند تا خونه هم داری علی؟ قائد کی علی؟ قائد؟ نه قرار شهید بشید نه کسی رو بکشید، نه اسیر میشید نه اسیر. سمت ابتدای هور حرکت میکنیم. این که در واقع یک تم سینمایی هم داره پشتش، یه تعلیق، اصلا کل فیلم که اصلا قصه به نظرم علی هاشمی توی سردار علی هاشمی توی
جنگ ما یه قصه خیلی خاصی هستن. یعنی شما فکر کن یک سرداری داره توی جبهه خودی، توی جبهه ایران می جنگه و فرماندهی رو بر عهده داره، بعد در نهایت یک انگی بهش میخوره که تا سالها نمیتونن، یعنی تا سالها واقعا نمیشد. بعد از شهادتش. بله اصلا بعد شهادتش میگن اسمش هم نیارید. حالا نه اینکه توی این فیلم گفته باشن، من تو در جریان این ماجرا تو قبل از این قضایا هم بودم، اسمش رو هم نمی آوردن به خاطر اینکه احساس میکردن که این آدم الان داره با یه هویت دیگری در یه جایی از دنیا داره زندگی میکنه و رسما جاسوسی کرده و تهمت‌های عجیب غریبی بهش زدن. ببینید در دو بخش فیلم به این موضوع نزدیک میشه. یکی خود این شخصیت و تیمی که در واقع داره و دوم خود این تعلیقی که وجود داره تو عملیات شناسایی که حالا باید همه سکوت داشته باشن، همش تعلیقه. این دو تا وجه رو در واقع فیلم میره جلو و به نظر من اون بخش سینمایی که میخواد و از توش در میاره از طریق همین شخصیتی که شما فهمیدید. در واقع فیلم اسفند رو داری میگی؟ اسفند. حالا بریم سراغ فیلم در واقع اشک هور به یک وجه دیگری از علی هاشمی میپردازه. اشک هور سینمایی در ادامه فیلم‌های محمد علی باشا آهنگر، یعنی سینمای بعد از جنگ، سینمایی که در واقع میره و شناسایی در واقع اجساد میشه و هویت افراد پیدا میشه که خیلی خوب تعریف میکنه که حالا سر به زیر آب کنم بهتر فیلمش. بله. توی این فضا ما با یک خانواده‌ای مواجه هستیم که با بازی فوق‌العاده رویا افشار و در واقع میریم ببینیم که بعد چه اتفاقی میفته. انگار که یه سریال در واقع فیلمی باش مواجه هستیم که توی اونجا به صراحت اشاره میشه، یعنی یه تجهیز جنازه خیلی بزرگی که میگیرن و در واقع توی خیابون هستن، صدای روی فیلم رو میشنویم که میگه که خدا رو شکر دیگه تهمت‌ها تموم شد، یعنی در واقع اون موضوع رو میبنده. این بخش از فیلم من دوست دارم، یعنی اشک او رو مهدی جعفری به نظر من غافلگیر کننده بود فیلمش برام. و به نظر من اشک هور از فیلم اسفند فیلم بهتری بود به لحاظ فرم پرداخت به شخصیت علی هاشمی و فضاهایی که در واقع برای درامش انتخاب کرده بود. همه یه روزی گم میشن. بچه‌ها تو بیان بیرون از جزیره. همه رو بکش عقب. یکی تو راه سفر، یکی تو راه خونش. نکنه امروز روزشه. یکی تو روز، یکی تو شب. 2 ساله که مادرم هر روز صبح تا شب جلو در میشینه بلکه پسرشو ببینه. یعنی همه چی به همین راحتی تمام؟ نمیدونم این چه حکمتیه که خدای تو عجلی از ما پنهان کرده. کیه که تا حالا گم نشده باشه؟ اینو اشاره کنم فیلم برداری هر دو فیلم به نظرم خوب بود، به خصوص اسفند که خیلی نور یک دست و قوی داشت. توی در واقع اشک هور ما حالا با یه فضایی مواجه هستیم، مثل فلاش بک داریم و یک سری در فضای امروز در واقع هر چی پیش میریم و این تعلیقی که اینجا داریم مال چیه؟ مال کشفه، یعنی اون شخصیت رو با اون شخصیتی که امروز میبینیم داره کشف میکنه. شخصیتی که هی دنبالشه، قاچاقچی بوده قبلا و خودش شده در واقع مرید و الان هی دنبال یک سری در واقع چیزاست که خیلی شروع فیلم هم جالبه که در واقع میگرده و یه چی پیدا میکنه، یک در واقع چراغ فانوسی پیدا میکنه. بله فانوس پیدا میکنه. که این مسیر به نظر من مسیر زیباییه که و این مادر یک وجه خیلی خاص به فیلم میده، مادری که هیچ وقت قبول نداره در واقع نابودی فرزندش رو و اینکه یاد فیلم آلزایمر افتادم من. آلزایمر جایی که مهتاب کرامتی برمیگردن میگن ما تست میخوایم بگیریم ببینیم که این شوهرت هست یا نه، شوهری که پیدا شده و برمیگرده میگه تست مال کسیه که ایمان نداره، باور نداره. من میدونم باور دارم هر چقدر میخوای آزمایش کن
و به نظر من این وجه از فیلم که این مادر در واقع به پیش میبره و با ما به پیش میره به خیلی وجه زیبایی است. من یه نکته دیگه هم اشاره کنم، اونم در واقع مسئله موازیکاری نهادهای سینمایی توی، یعنی اشک هور یه سریال تلویزیونیه که یک فیلم سینمایی از توش در اومده روی پرده اینجا داره نمایش پیدا میکنه و فیلم اسفند یک فیلم سینماییه، هر دو در مورد یک شخصیته، ولی اینکه اساساً چه به لحاظ سریال چه به لحاظ فیلم چرا باید در مورد یه آدم، خب اینو یکاسه میکردی، فرض میگیریم ما یکاسه میکردی توی یک قالب، حالا چه سریالش چه فیلمش، همه این دوره عملیات خیبر و قضیه تفحص و پیدا شدن پیکرش و اینها رو توی یک قالب فیلم، یعنی یه فیلم در مورد یه شخصیت ساخته میشد. یه مقدار از اون کج سلیقگی دیگه، یعنی این ماجرا هم وجود داره. همیشه این بحث هست دیگه. حالا بعضی از دوستان بدجنسی میگن اصلا ما اومدیم توی جشنواره ما رو آوردن که یه سری فیلم‌ها رو ببینیم، دقیقاً که میفرمایید شما. ولی به نظر من اگر بشینیم، بله حالا این پشت صحنه قضیه رخ داده و در واقع کارش نمیشه که اتفاق خیلی عجیبیه، شاید تو جشنواره دنیا هم اتفاق بیفته یا نه، اصلا موقع انتخاب فیلم، موقع در واقع نمایش فیلم شاید چیز عجیبیه، ولی باز هم به نظر من با دقت اگر بشینیم از توی همین دوتا فیلم هم اتفاقا فیلم‌های بدی نبودن. یعنی این نه فیلم نه به لحاظ اثر مشخص و مجرد من صحبت نمی‌کنم، به لحاظ دید کلان فرهنگی نگاه می‌کنم. یه مشکلی هستش که توی این جشنواره وجود داره متأسفانه توی این برنامه‌ریزی‌ها، حالا اصلا اون داستان نمایش ویژه هم که اضافه شده به